سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است که در 15 دقیقه شما را در جریان مهمترین خبر و تحولات در تاجیکستان و جهان قرار می‌دهد. برنامه با زحمت خبرنگاران آزادی در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا بیایید با سرخط موضوعهای نشر شناس می‌شویم. جنگ اوکراین جان یک شهروند دیگری تاجیکستان را گرفت. بازمانده‌های جسد علی زبورزاده را پس از نیم سال بی‌درکی به ناحیه عینی برده دفن کردند. بیناهای بلند و نو و معاصر ولی با درد سر و مشکلات زیاد چرا خانه‌ها را نیمه ساخته به مردم می‌سپارند؟ وای بر حال اتجاه بلندنگی‌ها و همه بچه‌های یاش کدی دیلی وچن وایران آب وچن و آب نیست. در دوشنبه مراسم جنازه ادیب و روزنامه‌نگار گلی زرد برپا شد. شاعری که درباره زنان می‌نوشت و در سن 62 سالگی درگذشت. بی پرده می‌نوشت و حرف‌های ناگفته جامعه را می‌گفت. اوکراین یک شهروند دیگری تاجیکستان کشته شده است. جسد علی زبورزاده 39 ساله را اخیراً از روسیه به دوشنبه انتقال دادند. پیوندانش گفتند اون نیم سال آخر بی‌درک بود و بعداً خبری مرگش را شنیدند. دوام نزدیک 4 سال جنگ روسیه در اوکراین 10 نفر از شهروندان تاجیکستان کشته شدند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، جسد علی زبورزاده را 7 دکبر با هواپیما از روسیه به دوشنبه آورده، یک روز بعد در زادگاهش دهه مخشود ناحیه عینی دفن کردند. نزدیکانش نخواستند در این باره آشکارا و با تفصیل صحبت کنند، چون به گفتهشان این کار میتواند مانع گرفتن جبران پولی از روسیه شود. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که علی زبورزاده سال 2022 با اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت چلیابینسک روسیه بازداشت شده است، اما درباره حکم زندانی او در منابع باز معلومات دسترس نیست. به اطلاع دریافتی، مرد 17 قبلا سفرعلی نام داشت و بعد یک بار اخراج شدن از روسیه نامش را به علی تغییر داد. یکی از همدهه‌های علی زبورزاده به رادیوی آزادی گفت وی دوام قریب 10 سال اخیر در روسیه کار و زندگی میکرد. همسر و یک پسر علی زبورزاده در دهه مخشود ناحیه عینی بودند. پسر مرد 17 14 ساله است. نام زبورزاده در رویخط تاجیکستانی‌هایی است که از طرف روسیه علیه اوکراین می‌جنگیدند. این رویخط از سوی طرح زیستن می‌خواهم در اوکراین تهیه شده ماه سپتامبر امسال نشر شد. در این فهرست آمده است علی زبورزاده در هیئت دسته تیراندازی جنگ می‌کرد و 17 ایون سال 2025 کشته شد. به گفته یک ساکن دهه مخشود ناحیه عینی، به نزدیکان علی زبورزاده اجازه باز کردن جسد را ندادند. گفته می شود جسد مرد را از روی تشخیص DNK معاین کردند. این یگانه مورد کشته شدن شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین نیست. دوام 3 سال اخیر پیکری چند تاجیکستانی را از اوکراین به تاجیکستان آوردند. در حال حاضر شماره دقیق تاجیکانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک دارند نشر نمی شود. مقامات تاجیکستان میگویند که چنین رویخط نیست و کسی را هم برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین به جوابگری نکشیدند. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه می امسال نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح ماه سپتامبر امسال رویخط باز 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی، دوشنبه. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در یک سال گذشته در جهان 10 خبرنگار کشته و زندانی شدند و این یک مرحله دیگری تاریک برای آزادی بیان دانسته می شود. این سازمان با نشر گزارش گفت تا 1 دکبر در جهان 67 خبرنگار کشته و 503 کسی دیگر زندانی شدند. درباره آزادی بیان و احوال خبرنگاران تاجیک صحبت داشتیم با ژانا کاولی، نماینده گزارشگران بدون مرز، و از او اول درباره وضع عمومی پرسیدیم. Today Tajikistan is holding 9 journalists behind bars. امروز در تاجیکستان 9 خبرنگار در پشت پنجره‌های زندان قرار دارند. این بیشتر از هر دیگر کشور آسیای مرکزی است. چرا؟ چون که آنها کار خود را انجام می‌کردند و یا تحقیق انجام می‌دادند که مورد توجه جمعیتی میباشد و پرزیدنت خودکامه امام علی رحمان نمی‌خواهد که شهروندانش بدانند.
برخی برای غیرقانونی چپه کردن خانه ها در دوشنبه و دیگری برای حالت غیر سانیتری کودکستان ها در ولایت ختلان حبس شدند. یک نفرش برای مصاحبه های درباره موقع افزاینده چین در کشور حبس شد که هیچگاه نشر نشده است. برای چنین تحقیقات ژورنالیستی کاملا قانونی آنها حکم‌های سنگین گرفتند. بر اساس اتهام‌های ساخته اکستریمیسم، کروپسیا و تهدید به امنیت ملی 10 سال حکم گرفتند. این همه حکم‌ها دارای انگیزه‌های سیاسی بوده برای خاموش کردن گزارش‌های تنقیدی صادر شده‌اند. از ژن کولی همچنین درباره سرنوشت خبرنگاران پرسیدم که پسی پنجره هستند و درباره آنها بسیار کم خبر به دست می آید. One of the most alarming cases is Abdusattor Pir Mohammadzoda. His health has deteriorated sharply in detention. یکی از حالتهای نگران کننده وضع عبدالستار پیر محمدزاده می باشد. حال او یک باره بعد بازداشت بد شده بود و او بعد ادعا کرد که با طلب اعتراف گناه او را شکنجه کردند. حالا به او حق طبابت نمیدهند. او سال 2022 با اتهام گویا رابطه داشتنش با سازمانهای ممنوع به 7 سال حبس محکوم شد، ولی در اصل او مقامات را عصبانی کرده بود. سال 2025 فشارها بیشتر گردید. احمد ابراهیم که وکیل دفاع نداشت به 10 سال حبس محکوم شد. این حکم برابر با حکم مرگ برای مطبوعات مستقل در ولایت ختلان گردید. رخشانه حکیمووا که سال 2023 برای یک تحقیقاتش با یک جایزه ملی مکافانیده شد، سال 2025 با اتهام خیانت به 8 سال زندان محکوم گردید. سرکوب‌ها تنها با خود ژورنالیستان محدود نمی‌شوند. اعضای عائله‌های محکوم شده ها و آنهایی که مجبور شدند ترک کشور کنند با اذیت و آزار و فشار و تعقیب روبرو هستند تا که آنها هم جزا گیرند و ساکت باشند. They face relentless pressure, intimidation and surveillance designed to punish and silence them as well. ژن کولی محقق مسائل آسیای مرکزی و اروپا از سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی بیان و احوال خبرنگاران زندانی در تاجیکستان صحبت می‌کرد. گروهی از ساکنان شهر خوجند که در 2 بینای نوی بلندآشیانه زندگی میکنند از خدمات آن ناراضی‌اند. ادعای ساکنان این است که ساختمانچیان طبق وعده و شرطنامه عمل نکرده بلکه آنها را سرسام و نگران کردند. مسئولان شرکت ساختمانی میگویند که در ماه‌های نزدیک مشکلات را حل خواهند کرد. فرزان محمدی در گزارش نوشت تفصیلات بیشتر میدهد. 2 بینای نوی استقامتی در مرکز شهر خوجند. ساکنان میگویند 3 سال باز در اینجا زندگی دارند، اما به جای آسایش در خانه های نو برعکس مشقت زیاد میکشند. Третий год уже мы здесь живем, и никак наш дом не сдадут. سوم سال است که در اینجا زندگی میکنیم، لیکن حالا رسما به استفاده ندادند. برای حجت شناسنامه تکنیکی ما 2 سال پیش مبلغ جمع کرده بودیم، تا حال بوی از آماده شویش نیست. بنا حالا پوره ساخته نشده است. دشواری های به این مانند را ساکنان دیگر بیناها چنین برشمردند. میگذارند من احوال لیفت جاش بینید. این خلق اول نمی اقلا لیفتی وای پادزم اقلا لیفتی چه آدم کشان ساز کردن همونجا و هر وقت که من همین دام میبینم هر وقتی که میبینم که همونجا زاپچاستای لیفت ایستاده است، یکی زنگ زدگی تگی برف بارون ماندگی، یکی یگان کس میگرد بچهای مایده میگرد و باز میکنه یگان زاپچاست گم میشد. این واپس بی اهمیتی از طرف همین دامسازی همینجا. از ما 4 کس زندگی میکنیم همین دامبه. علاخان شریفوف هم در همین بنا زندگی میکند. او میگوید همراه همسایه ها برای دادخواهی به چند اداره رفتند ولی فریاد رسی نیافتند. وای بر حال احتجاج بالندنگی ها و همه بچهای یاش کدی. بچهای یاش کدی لیف وچنه وایران آب وچنه و آب نیست. 1.5 سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان در نزدیکی این بناهای استقامتی کودکستان را به استفاده داده بود. آمد عصبی به اون که اینجا کودکستان نو پیدا شد،
اینجا جناب عالی میبینم گفته اینها تحصیل تپر این دومس حال لکک ابن نزیکه نباشد همین هم نمیشد. ساکنان خانه ها را با شرطنامه خریدند ولی این بنا از نظارت پوره فنی یا طلبات گن پلان نگذشته است. به گفته باشندگان بنا را شرکت ساختمانی علی مصطفی ساخته است. کوشش های ما برای یافتن مسئولان شرکت نتیجه نداد ولی یک کارمند آن در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت باید ماه‌های نزدیک مشکلات برطرف گردد. ساکنان میگویند وعده آنها باوربخش نیست چون در صحبت قبلی نیز مسئولان شرکت همین وعده را داده بودند. در همین حال بعضی از ساکنان بنا و هم مسئولان شرکت خبر دادند که مسئله را دادستانی شهر خوجند زیر نظارت گرفته است. سالهای آخر در خوجند بنیاد بلندآشانه ها بیشتر شده است و اکثرا شرکت های بناکار غیر دولتی به ساختمان آنها مشغولند. از چند بنای دیگر نیز درباره سطح پایین خدمترسانی به مثل مشکل آب و تشناب و برق و راه ناهموار و جای نامناسب پرتوها شکایت ها می رسند. در دوشنبه امروز مراسم خاکسپاری گل زرد ادیب تاجیک برپا شد و دیروز در سن 62 سالگی درگذشت. گل زرد در آثارش بیشتر سرنوشت زنان را به تصویر کشیده است. با اینکه یک حامی حکومت تاجیکستان بود، سال 2018 او را برای کتاب بادام شیریندانه با اتهام اینکه گویا محتوای بداخلاقانه داشته است از صف اتفاق نویسندگان راندند. ارشاد سلیمانی و برات یوسفی از مراسم ویدا گزارش می‌دهند. مراسم ویدا با گلی زرد روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک با حضور ده‌ها تن روزنامه‌نگاران و فرهنگیان در منزل زیستش در محله سامان شهر دوشنبه برگزار و پیکر او در قبرستان همین محله به خاک سپرده شد. به گفته نزدیکانش این نویسنده تاجیک از بیماری سرطان درگذشت. از این گرفتاری همگی یک ماه پیش آگاه شدند. همتایان و همکسبان گلی زرد از او به عنوان نه تنها یک روزنامه‌نگار توانا بلکه خیلی جسور و حقیقتگو نام بردند. من البته گلی زرد را هنوز از زمانی میشناسم که در دستگاه اجرایی پرزیدنت کار می‌کرد و همون زمان مثلا هیچ فرق بین مثلا اگر ما با منصبدارای امروز یا اونهایی که در دستگاه پرزیدنت کار میکنن مقایسه کنیم، ما زمین و آسمان می‌بینیم. چقدر یک آدمی صمیمی. روزنامه‌نگار عبدالقادر سالبکов که با مرحوم گل زرد در یک مکتب تحصیل و کار کرده است میگوید با وجود خیلی زن مبارز بودن برخی حادثه ها با زندگی او بی تاثیر نبود. در میان جامعه بخصوص در نخبگان کمی معقول نبود که بسیار شرطکی میگود، گپی دلش رو میگود، حقیقت میگود، بی پرده میگود. همین اثباتی بی‌قدریش از اتفاق نویسندگان حجتش رو گرفتن بود. خیلی درد کشید، رنج کشید. برخی از فرهنگیان جسارت او را ستایش کردند که در کتاب‌های درد اتکای بوید، بادام شیریندانه، اشک اجل، خزانریز آرزوها، خدایداد، حمیل اندیشه‌ها، تبسم اقبال، عشق دختر پیسته فروش و چندین دیگر که به موضوع حساس و غیر معمولی در جامعه تاجیکستان پرداخته است. بی پرده می نوشت و حرفهای ناگفته جامعه را می گفت. این روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیکی در سن 62 سالگی درگذشت ختم کرده رشته زبان و ادبیات دانشگاه آموزگاری تاجیکستان بود. چند سال در مکتب‌های وخش و فرخور آموزگاری کرده، بعداً در سالهای 90 به دوشنبه آمد و کارمند بخش فرهنگ دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود. بعداً در چند از نشریه‌ها کار می‌کرد و عمدتاً مقاله‌های تحقیقی می‌نوشت. بهار امسال سفر به آمریکا داشت. در مراسم شخصان یا هیئت‌های رسمی شرکت نداشتند. برنامه در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید، ولی بدانید که هر وقت دیگر هم برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان می توانید به سامانه رادیوی آزادی وارد شوید. azadi.org. خبرهای ما را از صحیفه های شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم پیگیری کنید. خود شما هم می توانید خبرساز شوید و درباره مهمترین حادثه های اطراف خود عکس و نوار فرستید و ما با شما در تماس می شویم. خدا نگهبان.